You guys چطورید بچه ها؟ خوش اومدید به ویدیو جدید از چنل جوکر. امروز اومدیم مثل همیشه با یه آنباکس خفن. بریم سراغ ادامه آنباکس. خب این از این بچه ها، همه تون میدونید که دیگه اینا آکمندش نیست، اینا دست دومه و اینکه من قبل از اینکه اینو بخرم سفارش داده بودم که برچسب جوکر بزنم روش. اینا ما توی مغازه بازش کرده بودیم. این از این طرح جوکره ولی جوکر واضح تر نبود. این دسته نوعه که خریدی، این هم دسته خودشه، این دسته خودشه، این هم کابلشه، این باز شده. خب اینو بذاریم زمین. خب این از دو تا دسته هاش. یه دونه هم کابل خریدیم واسه شارژ کردن دسته هاش. این از این و دو تا هم کابل خریدیم واسه دسته هاش. خب بچه ها، اگه دوست دارید که از این براتون گیم پلی بذارم، اسم بازی توی کامنت ها حتما بهم بگید و بریم بازی ها رو براتون نشون بده. بزن بریم. خب بچه ها، من الان اینو به برگ وصل کردم. دسته رو روشن کنیم. خب این از این از بازی ها GTA، فیفا 22، 23، مورتال کامبت و این هم انواع بازی. و بچه ها، از هر کدوم بازی که دوست دارید توی کامنت حتما بهم بگید و براتون از اون ویدیو بذارم. ممنون که تا اینجا ویدیو ما رو تماشا کردید. اگه دوست دارید واسهتون گیم پلی بذارم حتما توی کامنت ها بگید، اسم بازی رو بهم بگید و بعد از این دوتا ویدیو رو هم ببینید. تا ویدیو دیگه، اسپای.